Маршрут перестроен. Через 100 метров развернитесь. Развернитесь. Через 200 метров держитесь правой полосы. Маршрут перестроен. ای خوبی هست دیگه دور ماده که پروس اول میدونن بعد این طرف میپا ابرو اول جای فازش نتیجه کسب بتونم با خیلی باحال. سلام علیکم دوستان عزیز خوب هستید؟ خوراکای همه خوبه خدا نگهدار کنه و شکر خدمت وطن رکی خبر که وطن کی میره آچات بته بدرو ته چیکار داری این ملکه دم اومده دختراش هم گابزنش مرد کجا خدا نگهدار داره بزن لایک برادر چه داری خوب هستید اینجا سلامتیتون خوبه اما نازه خدا نگهدار کنه ای چونون آچات تو بتیم که اگر همین چونون رفتن نکنم از همینجا که خیال بسته کسی دوشنبه میره برادرای مهربان انشالله سحر ماشینی تیار کسی وطن عزیز میره تیار دوست چو کردی دوست چو این اگر دوشنم بزن بچه لایک بزن 200 نفرم فقط دز نویسیدن لوش اخرای ای بنویسی حرام خور لوش اخر نویسم بگیری تو پگره نویسم بگیری تو پگره نویسم بگیری با میبینم تو خدا نیست سوزیت انجی همین حرام خور مسیگه مدینه نام داره چون ملیکا میده ترمان آجی گم نیست آجی جان خیلی سوزیت انجی سلام علیکم و رحمت الله تمام خوب هستی تنجی ای دوستان چیول داری کی وطن میره وای حلال خراب اینجا با عقلش بسیار الحمدلله بعضش بچه‌ها یوشن خیلی که هم نامه دختری موندگی هم بچه هم تنیگه داره عزیز سلام علیکم و رحمت الله 300 400 نفرم جشتگی اگر که به قدام خنده میگیره یا قهر میکنه همین ایخاو جو میگزن اچاد میپرزن آقی بیا پم کسی گپ زنی پیش بیا یکم مثلا ان شاء الله همه خوبه دوستان از حق داره پرسه تو پگره پرسه ان شاء الله و الحمدلله ای برادر ای دسته حرام خوریا دندونم ریخت خنده میگیره والله قسم خنده میگیره آخه دم چیکار منه شما برسونات یور کنی خوب دوستان عزیز خدمت دوشنبه وطن مادری وطن عزیز میروه پگاه این ماشین سالونش بمبا مقصد الحمدلله تویوتا اکتنج پگاه برادر ساعتی 5-6 دقیقه راهی میکنه از مترو لوبلینو نرخ نوش میگرده نرخ نوش 15000 ارسی خیلی با خدمت شفیاری با چخچق مینی خطش رقم‌ها در روی اکران برادر نگفتی 25000 نه 15000 50000 میگفتی نرخ برادر عزیز چی میکنی بو خیلی گفتی هم یاز بورم که نبرم تاجیکستان عثمان برادر این دوستان گپ زنه میتونم سلام زمزم خدمت حج عمره راهی ان شاء الله تیوریتون ببینید خای که همجا 500 نفر چوک فقط خای بلیت سمالیات زنگ بزنی بفهمید چند سومای حاضر کو الله مهربون رحمت کنه دور کنه آمین سلامت باشی الحمدلله برادرای میفهمیدگی هستن من نسبت یگان کس نه رستم کل نه داملو نه دیگرش یگان کس به خدا پروا ندارم گپی زیادی ندارم همه برادران ما مسلمانیم وقت همه را نشون میتیم میگن از صبر و سیرن از صبر مفتاح الجنه به همون خودی برادر عزیز صبر همه را نشون میده وقت داور با هم خودی دوستان عزیز اگر من یک ویدیوی میبرویا که شما در باورتون نمیشه شاید بعد همون ویدیو یک خیلت پشیمون میشه بگر پای پشتگی بعد همون ویدیو بعضی شاید میخواد نه که الله شاید که هر یک کدام شما پروردگار همه تا حاجی کنه پروردگار همه تا دیدار خونه خدا را نصیب کنه پروردگار دوست دشمن ما جنت الفردوس نصیب کنه و روز میشوه که شما میخواهی که من ببینی بسیاری آدما میخواهند که روز حج میروند آدمای دشنام کردگیش آدمای کامنتر بدنویسگیش آدمایی که در حیات خفه کردگی میخواهی من بیاوی که من شما را ببخشم
آجگاه او شما را نمیبخشم. با خاطر که در همین ویدیویی که در حق من خیلی تهمت کردن چی دشنامایی نکرده؟ آیا شما مادر نداره؟ آیا شما خواهر نداره؟ آیا شما مقصد هیچ توار نداره برادر عزیز؟ با اون خاطر خداوند همه ما را برای راست هدایت کنه. پگاه صبر کنه انشاءالله همش میبروید. پروردگار همه ما را نگهبان باشه. پروردگار کل گناه ما را عفو سازه. با هم خاطر صبر کنید. خداوند همه ما را نگهبان باشه. خب با هم خاطر صبر کنید انشاءالله میبینم تو من پگاه نواره میبرارم که بسیار شما التماس خدمت مدیاتر موندگی مون حقارت کنن مون دشنام کنن تا پگاه التماس udali چون نکنه. خب با هم خاطر برادرها یگان تا اسم کردیم دست چپ دست راست احتیاط کنید. با هم خاطر تو پگاه رسید. با هم خاطر انشاءالله با هم خاطر کسی چه نوشتن میگه نوشتن بگیری برادرها. پگاه همش میبینی. من والله قسم در دستم پل نیست. پل نبود برادر عزیز. من از بار خدا جمع کردم سپاریدم در آدمایی که خچون پریکاز دادن، در آدمایی که خچون گفتن، در آدمایی که شما گفتن که برادر خداوند همه ما را برای راست هدایت کنه. خداوند همه ما را برای راست هدایت کنه. حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله و نعم الوکیل. برادر عزیز وقت همه را نشان میتیه. صبر کنید. من شما را دوره مسجد گفته بودم صبر کنید. الحمدلله کسی صبر کردیدی. خدمه که مثال گپ صبر نداری پشیمون میشه. خب بابا لنگر انشالله پیش رفته است بودیم موزی. با هم خاطر شما زنگ زنم پکایی آدم گیرو خب چیکار کنم؟ من نایگت را نمانم. نایگت رول انتشی در کار رفتن گیر. وای زنگ بزنم آخه. با هم خاطر دوستان مهربان دوستان عزیز من یک سنه میدونه هر چی ننویسی از برای خدا. مالی با هم خاطر الحمدلله کس نه گپ زدم گی آدم گرفتم گی. الو برادر عزیز پکایی الو برا 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 اونجا ایدی میگردی میره. الو دوستان عزیز ببینه که ما مسلمان هستیم. الحمدلله ماشین تنج برادر عزیز. ماشین خوب است. بله فهمیدی؟ خداوند همه ما را نگهبان باشه. پگاه خدمت تاجیکستان را که گفته بده نباشیم میبینیم اگر نباشیم هیچ های که پگاه ماشین را که انده ماشین یک تاش خوانده الانترا چم خیلی یک دیگهش ای تویوتای مقصد کامفورت زور هست با فکرم که رنگی که ماشین هست اگر با زنگ زنیم با میبینیم چی جلوی با اون خاطر برادرها صبر کنی همش میبینی. نه راستو یک چیز فراموش نکنه که شخصانی که حقارت می نویسه دشنو می نویسه شخصایی که راست برد اما چیزی که اینجا دشنو می نویسه سوده آیا شما مسلمان هستی؟ آیا مسلمان حقارت میکنه؟ آیا مسلمان چنین گپا می نویسه؟ از برای خدا من که با حقارت های شما کار ندارم و حقارت ها بختو نمیره و خدمه نیت حج بسیار خدمه نیت حج رفتن داری دوستان عزیز. این همینجا نمره 915 442 1673 برادر حمیده دستی چپ 25 ما را نمیدونم فقط دو تا ماشین میروم با اون خودیر همین خدمه نمیخورد برو افیر التماس. نه الحمدلله من یگان شب پروانه دارم. من دوره مسجدم خغم دادن پروانه کردم. به خاطر این معنی نه که ناموس ندارم. من ناموس دارم الحمدلله. من پروستو همه را به خدا سپاریدم. اگر خدا منو نامحفول باشم پروردگار جزیرم کنه. اگر کسی که تهمت کرده تا کسی تهمت مینه نیتی بد
یا که میخواد که من با چونین شکل پس بزنه پروردگار خودش جزیرش کنه به خاطر که ما مسلمان هستیم. حوض حج عمره برادر عزیز 28 چسلا هست جو نمیدونم دو جا سه جای دیگه هست 28 چسلا $1200 امریکایی $1400 بعد چی هست دوستان عزیز 135,000 میشه بررسی با پیرا 135 میشه امریکایی میشه کسی که اویاکاس اگر بلیط گرفتنی نمی 12 عبدالجبار نوشته شده میتونه که انشالله از اونجا بلیط بگیری این با این نویگاتور دور یا که گیجا رفتی توسو بچه ها با نویگاتور نرفتی؟ این وزور ازورات که ای مسلمان این یک قیامتش تا اوش دودی از با میگردی با میجد میوره این همونی باید میگشتی نویگاتور نو زده و نویگاتور کدی برا اینم Держитесь جر левого ازورات که носка, а затем через 200 метров развернитесь. اینم جر ازورات که اینم که باید ازورات میکری یا الله جواب چه برای چی ایستی مسیح جواب کرد برادر عزیز اگر که کدمید مسلمان هستی در حقیقتا برادری مسلمان هستی در حقیقتا میخوایی که حقیقتا بفهمی خیلی پیشم بیایی من هم نه هر چیز در روی اکران نشون داده میشه برادر عزیز اینجا قاری حمزه هستی قاری حمزه در افیر در اومده میتونی قاری امیر حمزه میگن افیر در اومده میتونی بله یا جو رفته شدیم یا جو جای کار من امجا اعلان کردم دوستان عزیز جای کار اعلان کردم در چی در امی یوتیوب ببینه هم آواشنای کردم هم کدمه استرای که میتونی تمام نمودی کارا اعلان کردم بدوی تماشا کنید باز من چی میکنم حاجی جان در واتساپ رای میکنم شما در همون سیلکا بدروی جا دباوید میگه دباوید چی جا من قبول کنم شما را چی گفتن آدمو مایل شوخی روز قیامت روز محشر که جانگداز بود اولین پرسش از نماز بود برادرها اینجا کدمی را که واتساپ شد دارم من به همو انسانو پیوست کرده میتونم بیا فتنه ندازیم ما مسلمان هستیم من نسبت یگان کس بد گفتن نیستم نه نسبت برادر قاری نه نسبت برادر چیم دوره رستم اشرف که من با هیچ که کار ندارم حسبنا الله و نعم الوکیل صد خوبی Впереди дорожные работы. ای تاجیکستان مسکو اومدم آخه خواب کردی تاجیکستان برم خواب کردی آخه تاکیجو خوب دوستان عزیز نوشتم گیره الو. کنید بله دوستان عزیز مسئله حجامه پرسیده شده حجامه فیتابوچکا دوش مساج بانکو همه خدمت رسانی اخیر موکدون 2500 روبل ای ساعتی 10 ساعت تا 10 شب کار میکنیم گودک که یافتیمش دین ای صدوات برادر عزیز پدر مادرش خطی که بابیاش خطی هم صحبت شدیم باید برادر دیگه اومدن گرفتن بردنش مقصد چیزی که نه اوضاع مزخرف ای برادر عزیز بغداد در پیش همین هر کدوم و فهم شما الحمدلله قریب 300 400 نفر میشینه من هر یک کدوم شما را مایلش میرم من الحمدلله وطنم میرم تاجیکستانم میرم بابا لنگری دیفیر نیست آخی 20 کیلو بار میکنه بابا لنگری دیفیر نیست میشه الحمدلله
بابای لنگری نیست برادر جان. Paga میرم وقت میگه فری چسبیده است. فیلم خوشوای ده نویگاتور نه. پاگا ویدیو را انتظار شه برادر عزیز. پاگا ویدیو را ان شاء الله انتظار شه. پاگا ویدیو را انتظار شه. همش میبینی. با خیره چطور رفت؟ 24 15,000 با ماشین برادر عزیز. 15,000. آمده آمده میگه شفیع گو آرزو نگه داره. کوی تو گفتم از گفت نشون دادم گفتم در کامنتر هم بچه اپارات میکنم امور است. ما نسبت یگان کس بدی نکردیم والله قسم نسبت هیچ کس هیچگاه بدی نکردیم نسبت هیچ کس ما هیچگاه بدی نکردیم ان شاء الله. الله با السلام علیکم و رحمت الله. کار رحمت حاجی خوب است سلامتی ای خوبا حاجی جان شکر احوال خوب شما است الحمدلله الحمدلله شما خوب است از احوال زبان شیرین جانم حاجی خوب هستی تنجی شکانه خدا شکانه خدا چه حالا دارین حال احوالتون خوبان کورا چی شکانه الحمدلله چیول داری شکانه خدا الحمدلله شما خوب است دوستا و برادرایی که هستن ان شاء الله حضور دارن همگی خوب هستین احوالتون خوبان همه خوبم جان شیرین الحمدلله هم یک کار خیر هم رفته هستیم چیول داری شکانه خدا الحمدلله اگه گفتین که صدا این بارک میخوام ان شاء الله الله برکت خارجون بده کورا چخلا شکانه خدا الحمدلله خوبه همه تینج همه نفس سلامت باشه برادر جان چیول داری کورا چخلا شکر خدا الحمدلله خوب با همه خدا تینج من همه به تعریف میگم در راه سفرم بسیار حرمتت میکنم مقصد من از زندگی خودت که با خبر نیستم متاسفانه مقصد من میفهمم حاجی جون شخصی بزرگ انشاءالله یک حیات من همین اشیرات هم میمونم گوش میکنم الحمدلله دوست عزیزم چنین باشه برادرها هستن خیلی آواز شیرین داری حضرت خداوند خدا صبر برکت یا پروردگار بنده دوست دارم شد مشکلی را بسیار شد از سرش بیاره یعنی سنجش شد در سرش اگر خطا نکنه میگوش ما با خبر هستی از علم اسلام بله بله الحمدلله الحمدلله یه خوب است احوالاتون خوبن کاراتون خوبن زندگیتون خوبن ان شاء الله شکر الحمدلله شکر الحمدلله برادرها 25م تاکسی حاضرش نمیدونم شید خبر میکنم برادری عزیز خارجان چه شما ناس کارا خوب همه تینج شکرانه خدا که الحمدلله الحمدلله اکمور هم شکایت نداریم کم خدا کم برکت خسته شدیم ان شاء الله خوب میشه از این بعضی برادرانی چی میگن زنده کشی مرده پرست ان شاء الله خوب میشه الحمدلله به همه الحمدلله به خدا همش برکت کنه الحمدلله به همش اهل بیت سوزن کارا خوبه شکرانه خدا الحمدلله الحمدلله کجا یک سفر علیکم دارید السلام چی جون اینجا ایسان روم تاکسی کوی بیش نمیره میگه آجو نفهمیدم میگه اگم تاکسی کوی بیش نمیره و تاکسی کوی بیش همجا نویسه سنم خیلی که اگم تاکسی کوی بیش نمیره گفته ای روان تاکسی کوی بیش میروه یگم یگم بورا یگم چه مقصد گپ زنه میونن حاجی یا چه گرفتگی هم یا چند 4 کیلو 5 هست کیلو یا 5 کیلو یا میشه 6 کیلو میشه خیلی بیارش آیا گلت با کجا هم میارن حاجی خب فقط با همین جای مترو لوبلینا جای من بیارش حضرت ده کوتا مشکل نکنه 5 کیلو خوری معیوبه رفت پاور ارزو همه فیر دستی ارزو وگر تلفن مردم جواب تی الو کوراکو خوبندگی الحمدلله برادر بابا گپ زنه کوروچ خیلی حاجی جون اگه نصیب کرده باشه
خونه شده خوب اینمی کم کم ما گپ زده شدیم گریپ به حرمتی نشوه سخن انشالله ختم خیر تیم کردیم. کم کم یک قیق همو گریپ تو حدیث بگو یک قرائت چون که یک خدمه نصیحت که یک از حرام خوری و حلال خوری که حرام دیگه نخورم جوره هدایت مون کنه هشی بسه دو بلد انشالله گوشاد بلد نخریده قیق نیست با من میکروفون میکشم موجودیم که آواز من ایست نبیای که گپ زنی که بعضی برادری تشنه الحمدلله امر معروفند تشنه یک مولود هستند تشنه یک چی میگن غزل هستن انشالله گوش میکنید من میکروفون رو میکشم خب یکم تلاوت میکنیم بعدا یکم غزل میخونیم انشالله خوب از رجو من تلفن اوس میگردم بعض بچه ها با خاطر همین خوری همین لایک بزنه که خودم بسیار دروه رفتیم بسم الله انشالله بشه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم مرجما معلوم أما مردنا معلوم نيست مؤمنا أما إيمان بردنا معلوم نيست مرجما معلوم أما مردنا معلوم نيست مؤمنا أما إيمان بردنا معلوم نیست در قیامت را دارم نامی آن گویند صراط من نمیدانم به اینجا رفتنم معلوم نیست در قیامت را دارم نامی آن گویند صراط من نمیدانم به اینجا رفتنم معلوم نیست راهی پرشور و خطر نادیده بکشادم سفر در سواری اسبی چوبین رفتنم معلوم نیست راهی پرشور و خطر نادیده بکشادم سفر در سواری اسبی چوبین رفتنم معلوم نیست در درونی گوری تاریکی لحد هستم یقین یا به منت یا
تاریکی لحد هستم یقین به منت یا براحت خفتنم معلوم نیست مرگ من معلوم اما مردنم معلوم نیست مؤمنم اما ایمان بردنم معلوم نیست مرگ من معلوم اما مردنم معلوم اما این بردنم معلوم نیست اگر خواهی خدا باشد در این دنیا زی تو راضی گناهی خود بشو در عمر خود بین ما تو نوسازی اگر خواهی خدا باشد در این دنیا زی تو راضی گناهی خود بشو در عمر خود بین ما تو نوسازی برو اول عزیزی دل دعایی والدان را گیر برو دستی یتیم و هم فقیر و مظلومان را گیر اگر خواهی حیاتی تو همیشه پر صفا باشد عزیزی بی وفایی تو همیشه با وفا باشد وفاداری بیاموز و خودت را بر خدا بسپار بدون این را وفاداران رهایند از عذاب نار مگو فردا کنم توبه خدا را می کنم راضی اول کن عمل کن تو به هر کارت بس است افسانه پردازی به زنهای دیگر هرگز مکن تو چشم خود را باز به خود آموز خود در زندگی انسانی کامل ساز اگر خواهی خدا باشد در این دنیا زی تو راضی گناهی خود بشو در عمر خود بین ما تو نوسازی بله خب حاجی بفرمایید انشاءالله گناهی خود بشو در عمر خود بین ما تو بله اوضاع دمایز هم شروع جون شیرین شیول داریم ماشاءالله اینجا وقتی موجب دعا بنده میخونی کاش جین دونه جین دروش در آمه برویان نبوشه بسیار با دفیر هم جین دروش در آمه میگرده همه انشاءالله چونتی مساج کن بله خب غریبی و غریبی و غریبی ندیدم روزی بی غوغا غریبی غریبی و غریبی و غریبی ندیدم روزی بی غوغا غریبی برای مردمی بیچاره هر دم قیامت کرده ای بر پا غریبی برای مردمی بیچاره هر دم قیامت کرده ای بر پا غریبی ندیدم با تو من آرامشی دل
همه روزت بود دعوا غریبی، ندیدم با تو من آرامشی دیل، همه روزت بود دعوا غریبی، ندیدم شادی را اندارم کردم ها غریبی، ندیدم شادی را اندر کنارت، فیگارم کردی از غم ها غریبی، تو با زور و ستم بر جانی ما نیز، علم ها را بکردی جا غریبی، زی فصلی عمری ما بردی چی آسان، جوانی را تو بر یغما غریبی. بله، خب اگه موضوع باشه بفرمایید انشاءالله که در وصفی. او قاری جان لبا نام قاری امیر حمزه، قاری بهترین از ناحیه عبدالرحمن جامی یا که کویبش میگن آزید. بله بله این قاری خودش دینامیک کانال داره. قاری امیر حمزه بنویسه میبروه همه شعرها و غزلا و قرائتاش همش میبینی. قاری جان خودش هرچی خدا نگهش داره از میون قاری مختار نمیکنه، بوی بکلی اسکه میگرده. او بتونه اگر صاحب قرا باشن از برای خدا یگان چی برادر کمک کنه. بله. اصلا نیاز به کمک ما و شما ندارن که ما مسلمان هستیم دستگیری هم دیگر شیم. میگم شد انشاءالله قاری جان اما وقت ایزه بود. با برکت نفس زنده و سربلند باشه که گوش کردن بسیار عزیز. سلامت باشی قاری جان، باید خدا زنده بخونم باشی. انشالله میخونیم. خب از یک غزل هست انشالله ثبتش نکردم، نصیب کرده باشه ثبتش میکنم بعد رمونت میکنم حاجی با بگذارش. انشاءالله انشاءالله. میگه انسان شدم و چرا مسلمان نشدم، در راه خدا مثالی انسان نشدم، انسان شدم و چرا مسلمان نشدم، در راه خدا مثالی انسان نشدم، والله زمنی شرم کنه جانی غریب، من بنده ام و مطیعی از آن نشدم، والله زمنی شرم کنه جانی غریب، من بنده ام و مطیعی از آن نشدم، جز خواب گران نیست مرا حاصل عمر، من صاحب این دیده گریان نشدم، جز خواب گران نیست مرا حاصل عمر، من صاحب این دیده گریان نشدم، هیهات که مرا عمر جوان میگذرد، از کوه غرور پایین و ارزان نشدم، هیهات که مرا عمر جوان میگذرد، از کوه غرور پایین و ارزان نشدم، گویا که جهان مال من و شان من
است، از کرده خویش را پشیمان نشدم. گویا که جهان مال من و شان من است، از کرده خویش را پشیمان نشدم. من میروم و جهان همان پیرزن است، ریسمان گل و دیده و لرزان نشدم. من میروم و جهان همان پیرزن است، ریسمان گل و دیده و لرزان نشدم. من این تنم و صاحب تن خالق من، دانستم و لک بلبل خوشخوان نشدم. من این تنم و صاحب تن خالق من، دانستم و لک بلبل خوشخوان نشدم. این کهنه سرا که دشمنی هوشیار است، از تیر عدو چگونه پنهان نشدم. این کهنه سرا که دشمنی هوشیار است، از تیر عدو چگونه پنهان نشدم. یا رب تو به من عقل و خیرت هدیه نما، اقبال شدم و واقف زندان نشدم. یا رب تو به من عقل و خیرت هدیه نما، اقبال شدم و واقف زندان نشدم. انسان شدم و چرا مسلمان نشدم، در راه خدا مثال انسان نشدم. والله زمنی شرم کنه جان غریب، من بنده ام و مطیعی از دان نشدم. در عهدم خدایا نبودم اکید، منم بنده ای پرگناه و عنید. ببخشا گناهی منی بنده ات، خدایا تو باشی رحیم و مجید. خدایا تو باشی رحیم و مجید. در عهدم خدایا نبودم اکید، منم بنده ای پرگناه و عنید. ببخشا گناهی منی بنده ات، خدایا تو باشی رحیم و مجید. خدایا تو باشی رحیم و مجید. زمانی بودم گمره و غم پلید، خدایا بودم منزل لطفت بعید. به سوی تو باز آمدم ای خدا، ببخشا مرا ای خدایی وحید. ببخشا مرا ای خدایی وحید. زمانی بودم گمره و غم پلید، خدایا بودم منزل لطفت بعید. به سوی تو باز آمدم ای خدا، ببخشا مرا ای خدایی وحید. ببخشا مرا ای خدایی وحید. خدایا تو باشی غفور و ودود، به من تو قرینی ز حبل الورید. تو ستاری هر جرمی مایی خدا، بپوشان گناهی مرا ای حمید. بپوشان گناهی مرا ای حمید. منم جیحونی غریقی گناه، خدایا مرا تو بگردان سعید. به لطفت خدایا منم سرفراز، منم همزه ای دلفگارت مجید. منم همزه ای دلفگارت مجید. خب در وصف پیامبر اینجا مولود گفتستیان. خب ببینیم او حضرت جان
خداوند یا رب خسته نباشی، پروردگار کم نشوی. سلامت باشی. خداوند یا کم رب نشوی. شدم عاشق رخسار محمد، رخسار محمد، دیوانه و دل بسته گفتار محمد، گفتار محمد. در سینه من جوش زند عشق دلی او، در سینه من جوش زند عشق دلی او. من تشنه لبم تشنه دیدار محمد، دیدار محمد. در خانه و در مسجد و هنگام عبادت، در خانه و در مسجد و هنگام عبادت، دایم بزنم حرف ز رفتار محمد، رفتار محمد. حالا همگان عشق بورزند به ثروت، حالا همگان عشق بورزند به ثروت. من لیک شوم در دو جهان یار محمد، یار محمد. جیحونی عاشق همه جا درد دلت کو، جیحونی عاشق همه جا درد دلت کو. بر خلق بگو خصلت و کردار محمد، کردار محمد. بله. رسولی جان فدا هستی محمد، به دردی ما دوا هستی محمد. رسولی جان فدا هستی محمد، به دردی ما دوا هستی محمد. عزیز عزیزی خالق و بر پیروانت، تو یاری با وفا هستی محمد. انیس و غم گساری بهر امت، چو زمزم با صفا هستی محمد. همیشه بهر کشفی هر حقیقت، تو ما را رهنما هستی محمد. شود جیحونی هر هم قربان نامت، تو محبوبی خدا هستی محمد. بله. آوازت خسته نباشه قاری جونه. باشی باشی، پروردگار خدا برکت انت. انشالله که شما را خاک بهتر کنید. اگه وقتی نباید نمودش در پریاموی فیلم بده باید خیلی سرجم صحبت کردم. نصیب کرده باشه اگه وقتی انشاءالله قاری جان حرکت میکنیم دستگیری کنیم برادران. همجا 225 نفر 300 کسی قاری امیر حمزه نویسید در یوتیوب. انشاءالله دروی خواهشان صحبت کنیم، مقصد ببینید، دستگیری کنید، غزلات رو گوش کنید، قرائتاش رو دستگیری کنید. اینجا یک برادر دارم، اینجا موضوع برادر میگه 5 تا نشید من خودم میخرم. اینکه علم خدا غزل فروخته نمیشه و میدونم به نرخ هم میگم من 5 تا زکات میکنم و در بر ماه میگه ان شاء الله من 5 تا نشید زکات میکنم زاپس کنم بمونه برای راه دارم فقط بمونم گوش کرده برام. آواز جان
انشالله که همیشه در خدمت هستیم. انا در کور شما چنده هست روی میکنیم، میدونم که با خیلی میخرن، ما خرید فروش نمیدونم. انشالله که همو واتساپ روی کنن چیه که هست انشالله براشون روان میکنیم. انشالله خیر جان. خدا نگذره. پروردگار سربلند کنه. اکثر دوستا خواستن که همو برای که می غزلا همش انا 4 دقیقه 3 دقیقه هم خیلی میشوه. انا بعد دوستا خواستن که همونها همش سرجم شون، یکی جمع آوری شون. اما بله انشالله بله. که به همون ترتیباتش مقصد 15 تا همون نشید در یک ثبت میشوم خیلی. حالا ما را جو با جو گذاری کردیم ان شاء الله که زیاده ای 50 و قریب 60 تا غزل هست میگم جا. ولی جمع میشوم، ولی نه بگم که تیترش گذاشته شید نصیب کرده باشه. انشالله جان. انشالله. خدا ان شاء نگذره. الله که هم برادری که خواستن که در دسترس کنن ان شاء الله میتونن که برای از کچت کنن ان شاء الله با من راه برای راه رفتن و برای چی رفتن ان شاء الله گوش کنن. دعا را فراموش نکنن ان شاء الله. خداوند یارو مددگارشون باشه. سلامت دوستایی که اینجا باشید. همراه حضور دارن جان خداوند قریب آمدید انشالله ما را ان خدا شاء الله که نگذره کنه. خدا خواسته باشه با یگان وقت مناسب ان شاء الله سرجم با صحبت میکنیم حاجی. خداوند برکت در عمرتون عطا کنه. بله. خداوند موفق بگردونتون. الحمدلله. دوستایی که اینجا قرار دارن خداوند در عمر جانتون برکت چه عطا کنه. پروردگار سرفرازی هر دو جهان براتون نصیب بگردونه. آنهایی که در غریبی هستن خداوند در عمر جانشون در زندگیشون برکت چه عطا کنه. پروردگار رو غنیمت زیاد براشون نصیب بگردونه. خداوند سخت سلامت به نزد فرزنداشون نزدیکاشون پروردگار رو باز بگردونشون. آمین یا رب العالمین. سلامت زنده و باشد. سربلند باشید دوستان عزیز. در نماز خدای در مددگارتون شب باشه ده ما دعا که پروردگار فتنه را ان از شاء بالای الله. ما بگیره. فتنه را از بین ان شاء الله مسلمانان و تاجیکا بگیره. الله پروردگار برکت نگاه. خداوند نگهبانتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماشاءالله. خوب سلامت باشد. برادر عزیز سلامت باشید. رحمت خدا که ما را همراهی کرده. یک خاری امیر حمزه از شهر چی میگن عبدالرحمن جنبی کوی بشی پیشتر است. این بیچاره معیوب است، از میون پایونش کار نمیکنه. بدون تماشا کنه گوش کنه. خداوند همه ما را نگهبان باشه. اچوت سپور ای الله خداوند هدایت کنه همه ما را، اول من بعد شما را. چقدر بدیل هستی، چقدر رحمی مسلمانی و تاجیکی نداره. شما را کی تربیت کرده؟ برای چی خود دشمن میکنه؟ سبحان الله. شما تو خواهر اپن نداره. من نمیگم پروسه شخص حقارتی و دشمنی نیستم. من میتونم حقارت کنم، اما در جای جمعیتی در جای نچونین حقارت کردن من نمیتونم. والله قسم شرمم میاد. نخواه مسلمان نخواه تاجیک چونین کنه. خداوند حفظم کنه. السلام علیکم و رحمت الله. کدمیت گپ داری جای من میدونی، کدمیت گپ داری جای من نمیدونی، بیا پلشوی من بگیره انشالله. چی سوالی داره والله قسم مردگار با سوالات جواب میگن، اما چونی نکنه. همون شخصای نسبت ما ویدیو میکنم ببینیم چون با جامعه با ملت تاجیک چی میرسه. با جز فتنه دازی من نمیدونم چی میگن. ای الله ای الله. خدا نگهدار داره. السلام علیکم و رحمت الله.